به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. کتاب شاهنشاه نوشته ریچارد کاپوشوچیسکی خبرنگار معروف است. این کتاب را انتشارات ماهی در سال 1393 منتشر کرده است. ابتدا معرفی کوتاهی رو در مورد این کتاب برای شما میخونم و سپس این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش میکنیم. کاپوشوچیسکی روزنامه‌نگار مشهور لهستانی در آستانه انقلاب 57 پا به ایران گذاشت و از نزدیک شاهد فرو ریختن نظام پادشاهی بود. این کتاب گزارشی جذاب از این تجربه او از 27مین انقلابی که این روزنامه‌نگار کارکشته به چشم خود دیده بود. خواندن این کتاب به علاقه‌مندان تاریخ و آثار کاپوشوچیسکی پیشنهاد می‌شود. اما درباره این نویسنده، ریچارد کاپوشوچیسکی در سال 1932 در لهستان متولد شد. او خبرنگار، نویسنده، شاعر و عکاس لهستانی بود. او فارغ التحصیل تاریخ از دانشگاه ورشو بود. در 16 سالگی نخستین نوشته‌اش در مطبوعات انتشار یافت. در 24 سالگی خبرنگار خارجی شد و مدت 25 سال را در آسیا، امریکای لاتین، خاورمیانه و آفریقا در میان شورشیان گذراند. او شاهد ده‌ها جنگ و انقلاب در جهان سوم بوده است که خیلی از آنها را در کتاب همسفر با هرودوت تشریح می‌کند و با اتفاقات روزگار باستان ارتباط می‌دهد. کتاب شاه شاهان وی حاصل مشاهدات او از انقلاب اسلامی ایران بود. او در سال 2007 از دنیا رفت. اما با همدیگه همراه باشیم و این کتاب زیبا رو کشفش کنیم. ورق‌ها، چهره‌ها و گلزاران. همچنین این کتاب ترجمه آقای بهرنگ رجبی هستش که من ابتدای معرفی کتاب یادم رفته بود برای شما بخونم. همه چیز به هم ریخته. انگار پلیس همین حالا تفتیش خشونتبار و پر اضطرابی را تمام کرده. روزنامه‌ها داخلی و خارجی همه جا پخشند. شماره‌های ویژه، تیترهای درشت و چشمگیر رفته، عکس‌های بزرگ چهره‌های تکیده و کشیده، اجزای چهره برای اینکه نه نشان از اضطراب داشته باشند و نه شکست، چنان مهار شدند که چهره از هر احساسی تهی شده است. شماره‌های آخر پرشور و فاتحانه اعلام می‌کنند برگشته، چهره‌ای سرسخت و پرابهت که قصد القای هیچ احساسی را هم ندارد. باقی صفحه را پر کرده و در فاصله آن عزیمت آن بازگشت، چه فوران احساسات و چه شوری، چه خشم و چه دهشتی و چقدر آتش سوزی. روی زمین پر است از صندلی، میز تحریره، کپی برگ فهرست، تکه کاغذ و یادداشت‌ها چنان با عجله و در هم و بر هم روی کاغذ آمدند که حالا باید آرام بنشینم و فکر کنم این جمله را کجا نوشتم. اخبارتان خواهد کرد، وعدهاتان خواهد داد، اما فریبش را نخورید. چه کسی این جمله را گفت؟ کی؟ به کی؟ یا یک برگ کاغذ را با مداد قرمز پر کردم. باید زنگ بزنم به 64 12 18. اما زمان زیادی گذشته و یادم نمی آید این شماره کیست یا چرا زنگ زدن بهش اینقدر مهم است. نامه‌ای ناتمام که هیچ وقت فرستاده نشد. می توانستم به تفصیل ادامهش بدهم که اینجا چه دیدم و چه از سر گذراندم. اما به سختی می توانم فکرهایم را سر و سامانی بدهم. روی میز گرد بزرگ از همه جا آشفته تر است. عکس‌هایی در اندازه‌های مختلف،
نوارهای کاست، فیلم‌های 8 میلیمتری، خبرنامه‌ها، فتوکپی اعلامیه‌ها همه کپی شده، قاطی هم، در هم و بر هم، عین بازار کهنه فروش‌ها و پوسترها و آلبوم‌های دیگر، صفحه‌ها و کتاب‌هایی که از آدم‌ها گرفتم یا بهم داده‌اند. مجموعه‌ای بازمانده از دورانی که تازه به پایان رسیده، اما هنوز میتوان آن را دید و شنید، چون روی فیلم‌ها حفظ شده. رودهای روان و پرشور جمعیت، روی نوارهای کاست بانگ مؤذنین، فریادهای آمرانه، گفتگوها، سخنرانی‌ها، توی عکس‌ها چهره‌هایی سرمست و غرق سرور. حالا در لحظه‌ای که تصمیم گرفتم همه چیز را مرتب کنم چون روز رفتن نزدیک است، هم بیزاری و هم خستگی مفرط مرا از پا درآورده‌اند. وقت‌هایی که توی هتل میمانم که اغلب اوقات همچنین است، دوست دارم اتاق به هم ریخته باشد، چون اینطوری فضا از توهم یک جور زندگی آکنده می شود. گرما و صمیمیتی جایگزین شده، گواهی گرچه واهی بر اینکه جایی چنین ناراحت و عجیب و غریب که ویژگی تمام اتاق‌های هتل هاست، دست کم تا حدی مغلوب و رامم شده. توی اتاقی که با نظمی بیروح چیده شده، احساس کرختی و تنهایی می کنم. بین تمام خطوط صاف، گوشه های مبل و دیوارهای لخت و بیروح گرفتار می شوم. میان آن هندسه سرد و خشک، چیدمانی تصنعی و دقیق که صرفاً به خاطر خودش وجود دارد، بی هیچ نشانی از حضور انسان. خوشبختانه به خاطر کارهایی که ناخودآگاه از سر عجله یا تنبلی می کنم، همیشه چند ساعتی بعد رسیدنم نظم موجود در هم می شکند، محو می شود. اجسام جان می گیرند، شروع می کنند به جابجا شدن و حتی سر و ظاهر و رابطهشان رفته رفته تغییر می کند. همه چیز هیئتی در هم و بر هم و باروک‌گونه می یابد و یک باره حال و هوای اتاق دوستانه تر و مانوستر می شود. تازه این موقع است که می توانم نفسی عمیق بکشم و آرام بگیرم. فعلا توان تغییر دادن اوضاع اتاق را ندارم. بنابراین می روم طبقه پایین، به تالار خالی و دلگیری که در آن 4 مرد جوان دارند چای می خورند و ورق بازی می کنند. خودشان را گرفتار بازی بغرنجی کردند که قواعدش را احتمالاً هیچگاه نخواهم فهمید. نه بریج است، نه پوکر، نه 21 و نه پینوکل. همزمان با 2 دست ورق بازی می کنند و در سکوت ادامه می دهند تا لحظه خاصی که چهره یکیشان مشعوف می شود و تمام ورقها را جمع می کند. مکسی می کنند و دوباره ورق می دهند. کلی ورق روی میز می چینند، در فکر فرو می روند، حساب می کنند و ضمن حساب کردن جر و بحث می کنند. این 4 نفر خدمه پذیرش هتل با پول من گذران می کنند. نانشان را من می دهم چون تنها مهمان هتلم. معاش زن نظافچی هم به من وابسته است. همینطور آشپزها، خدمتکارها، رخشوها، دربانها، باغبانها و تا جایی که می دانم چند تایی آدم دیگر و خانواده هاشان. البته نمیخواهم بگویم اگر در تصفیه صورت حسابم تأخیر کنم همهشان گرسنه میمانند، اما احتیاطاً سعی میکنم حسابم را صاف نگه دارم. تا همین چند ماه پیش اتاق گرفتن در این شهر چیزی بود در مایه بردن بخت آزمایی. به رغم تعداد فراوان هتل‌ها، سیلی از آدم اینجا ریخته بود، چنان انبوه که تازه واردها مجبور بودند در بیمارستان‌های خصوصی تختی اجاره کنند تا صرفاً جایی برای ماندن داشته باشند. حالا دیگر روزگار خوش پول‌های بادآورده و معامله‌های شیرین تمام شده. تجار داخلی غلاف کردند، شرکای خارجی در رفتند و همه چیز را جا گذاشتند. صنعت گردشگری به کلی از رونق افتاده و تمام آمد و رفت‌های بین‌المللی متوقف شدند. بعضی هتل‌ها را آتش زدند و بقیه یا بستند یا خالی. توی یکیشان هم چریک‌ها ستاد فرماندهی علم کردند. امروز دیگر شهر غرق درگیری‌های خودش شده.
احتیاجی به خارجی ها ندارد. احتیاجی به دنیا ندارد. ورقبازها وقفه در بازیشان میاندازند تا برایم چای بیاورند. اینجا فقط چای یا دوغ میخورند. از قهوه و الکل خبری نیست. آدم بابت خوردن مسکرات ممکن است 40 یا حتی 60 ضربه شلاق بخورد و اگر شلاق دست آدم قلتشنی باشد، از آن شلاق زنهایی که حسابی عاشق کارشانند پشت آدم در و داغان می شود. پس می نشینیم، چایمان را هورت می کشیم و تلویزیونی را تماشا می کنیم که زیر پنجره آن طرف تالار است. چهره آیت الله خمینی بر صفحه تلویزیون ظاهر می شود. روی صندلی چوبی دسته‌دار ساده نشسته. بر سکوی چوبی ساده. توی یکی از میدانهای محله فقیرنشینی در قم. این را می توان از ساختمانهای درب و داغان حدس زد. قم شهری است کوچک، بی پستی و بلندی، گرفته و بیرو، 120 کیلومتری جنوب تهران، وسط صحرایی متروک، ملال‌آور، تفدیده و سوزان. به نظر نمی‌رسد در این اقلیمی که گرمایش هلاک می‌کند هیچ چیز تأمل برانگیزی باشد. با این همه قم جایگاه دو آتشگی مذهبی، پاکدینی مفرد، عرفان و مبارزه مذهبی است. پاسند مسجد دارد و بزرگترین حوزه علمیه کشور هم آنجاست. عالمان دینی و پاسداران سنت در قم مباحثه می‌کنند. حضرت آیات جلساتشان را آنجا برپا می‌کنند. آیت الله خمینی از قم بر مملکت حکومت می‌کند. هیچ وقت پایش را بیرون نمی‌گذارد. هیچ وقت به پایتخت نمی‌رود. اصلاً هیچ جا نمی‌رود. نه گردش می‌کند، نه بازدید. بیشتر همراه همسر و 5 فرزندش توی خانه کوچک در یکی از گذرهای باریک، شلوغ، غبارآلود و آسفالت نشده قم زندگی می‌کرد که جویی از میانش می‌گذشت. حالا به خانه دخترش نقل مکان کرده. خانه‌ای که از بالکنش به جمعیت گرد آمده در خیابان رخ می‌نمایاند. اغلبشان زائران پرشوری هستند، راهی مساجد شهر مقدس. مهمترین این اماکن مقدسه آرامگاه حضرت فاطمه معصومه، خواهر امام هشتم شیعیان است که غیر مسلمان ها حق ورود به آن را ندارند. آیت الله خمینی زندگی زاهدانه‌ای دارد. فقط برنج، ماست و میوه می‌خورد. تنها در یک اتاق زندگی می‌کند با دیوارهای لخت و اثاثیه اندک، رخت خوابی روی زمین و کپه‌ای کتاب. اینجا نشسته روی پتویی گسترده بر زمین، تکه داده به دیوار، از مهمانانش پذیرایی می‌کند. از جمله بلندپایه‌ترین نمایندگان رسمی خارجی. می‌توان از پنجره گنبدهای مساجد و صحن بزرگ مدرسه را ببیند. دنیایی محصور، پر از کاشی‌های فیروزه‌ای و مناره‌های سبز مایل به آبی، خنک و پرسایه. تمام روز سیل مدامی از مهمانان و عریضه‌داران پا به این اتاق می‌گذارند. وقت استراحت که می‌رسد، آیت الله خمینی می‌رود برای نماز یا در اتاقش می‌ماند و اوقات را به تأمل می‌گذراند یا خیلی ساده چرتی می‌زند که البته برای مردی 80 ساله طبیعی هم هست. کسی که بیش از دیگران به او دسترسی دارد پسر کوچکش احمد است. او هم مثل پدرش روحانی است. پسر دیگر، پسر بزرگ و چشم و چراغ پدر، بیشتر به شکل مرموزی از دنیا رفته. مردم میگویند ساواک، پلیس مخفی شاه، او را کشته است. دوربین میدان را نشان میدهد. انباشته از آدم‌هایی گوش تا گوش ایستاده، چهره‌هایی کنجکاو و عبوس، قدری دورتر در محوطه‌ای محصور و کاملا جدا شده از مردان. زنان چادر به سر ایستاده‌اند. روزی است ابری و خاکستری. جمعیت پوستی سیر است و آنجا که زنان ایستاده‌اند سیاه. آیت الله خمینی همچون همیشه لباسهای تیره رنگ گشادی به تن دارد و عمامه سیاهی بر سر. شق و رق نشسته. صورتش پریده رنگ است. با ریشی سفید. موقع حرف زدن سر و دستش تکان نمیخورد. دستهایش بر دسته های صندلی آرام گرفتند. گهگاه پیشانی بلندش را چینی میاندازد و ابروهایش را بالا میدهد. از اینکه بگذریم، هیچ عضله‌ای در سیمای این مرد بسیار سرسخت، سازش ناپذیر، قاطع،
و صاحب اراده استوار نمی جنبد. تنها چشم‌ها در این چهره تکان می‌خورند، چهره‌ای که انگار یک بار برای همیشه ترکیب یافته. به هیچ حس و حالی راه نمی‌دهد و جز غور عمیق و تمرکز ذهنی بیانگر هیچ چیز دیگری نیست. نگاه سرزنده و نافذ این چشم‌ها بر دریای سرهای در هم پیچیده می‌لغزد. وسعت میدان و جمعیت حاضر در آن را تخمین می‌زند و وارسی موشکافانه‌اش را پی می‌گیرد. چنانکه گویی مصرانه در جستجوی شخص خاصی است. به صدای یک نواختش گوش می‌دهم. صدایی رسا با ضرباهنگی شمرده و آرام، صدایی که هیچگاه بالا نمی‌رود و اوج نمی‌گیرد، هیچ حس و حالی را عیان نمی‌کند، هیچگاه سر شوق نمی‌آید. آیت الله خمینی لحظه‌ای مکث می‌کند تا جمله بعدی‌اش را سبک سنگین کند. از ورق بازها می‌پرسم داره درباره چی حرف می‌زنه؟ یکیشان جواب می‌دهد میگه ما باید منزلت خودمون رو حفظ کنیم. دوربین روی پشت بام خانه‌های دور و بر می‌چرخد. روی بام‌ها جوانانی ایستاده‌اند. پارچه‌ای چهارخانه پیچیده دور سر و تفنگ و خودکار به دست. چون فارسی نمی‌دانم دوباره می‌پرسم حالا داره چی میگه؟ یکی از مردان جوان میگوید میگه توی کشور ما جایی برای نفوذ خارجی‌ها نیست. آیت الله خمینی ادامه می‌دهد و همه با دقت صحبت‌هایش را پی می‌گیرند. کسی پای سکو تلاش می‌کند دسته‌ای از بچه‌ها را ساکت کند. کمی بعد دوباره می‌پرسم داره چی میگه؟ میگه دیگه هیچ کس اجازه نداره به ما بگه توی خونه خودمون چه کار کنیم و چیزی رو بهمون تحمیل کنه. میگه با هم برادر باشید، با هم متحد باشید. این کل چیزی است که میتوانند با انگلیسی شکسته بسته‌شان بهم بگویند. هر کس انگلیسی می‌آموزد باید بداند برقراری ارتباط به واسطه این زبان دارد مدام در سراسر جهان سخت‌تر می‌شود. وضع فرانسه و بقیه زبان‌های اروپایی هم بهتر نیست. زمان اروپا فرمانروای جهان بود. بازرگانان، سربازها و میسیونرهایش را به همه قاره‌ها می‌فرستاد و علایق و فرهنگ خودش را به دیگران تحمیل می‌کرد. معمولاً هم در قالب روایت‌های جعلی. حتی در پرت‌ترین گوشه‌های دنیا هم دانستن زبانی اروپایی نشان تمایز بود. گواه تربیتی بلند پروازانه و اغلب هم شرطی ضروری برای زندگی، کار و ارتقای مقام و گاه حتی شرط اینکه داخل آدم حساب شوی. این زبانها را توی مدارس آفریقایی آموزش می‌دادند. در داد و ستد به کار می‌رفت و در پارلمان‌های بیگانه به آن صحبت می‌شد. در دربارهای آسیایی و قهوه‌خانه‌های عربی اروپایی‌ها کمابیش به هر جای جهان که سفر می‌کردند می‌توانستند احساس کنند در خانه‌اند. می‌توانستند حرفشان را بزنند و بفهمند دیگران درباره‌شان چه می‌گویند. امروز دنیا فرق کرده. صدها جنبش میهن پرستانه رخ نمودند. هر ملتی می‌خواهد مهار و سازماندهی نفوذ، قلمرو، منابع و فرهنگش را بر پایه سنت‌های بومی خود در دست بگیرد. هر ملتی خودش را آزاد و مستقل می‌پندارد یا می‌خواهد چنین باشد. ارزش‌های خودش را گرامی می‌دارد و بر لزوم احترام به این ارزش‌ها پا می‌فشارد و به خصوص روی دستیابی به این احترام حساس است. حتی ملت‌های کوچک و ضعیف، خواسته این ملت‌ها از موضع بیگانه بیزارند و علیه هر کسی برمی‌آشوبند که بکوشد بر آنها فرمان براند یا ارزش‌های مشکوک را بارشان کند. آدم‌ها ممکن است قدرت دیگران را تحسین کنند، البته ترجیح می‌دهند این تحسین از فاصله مطمئن باشد و قطعاً تا وقتی تحسینش می‌کنند که علیه خودشان استفاده نشود. هر قدرتی پویایی خودش را دارد، سلطه‌جویی و امیال توسعه طلبانه خودش را و نیاز وسواسگونه و درنده خویانه‌اش را به لگدمال کردن ضعیف، چنان که همه می‌دانند این قاعده قدرت است. ولی ضعیف‌ترها چه کار می‌توانند بکنند؟ فقط می‌توانند خود را از تیررس خطر دور نگه دارند، هراسان از اینکه بلعیده شوند، دار و ندارشان به باد رود، از اینکه آنان را به متابعت از رفتار، ظاهر، بیان، زبان، تفکر و واکنشی تحمیلی وادارند. به آنان فرمان دهند که جانشان را برای آرمانی بیگانه فدا کنند
و سر آخر هم به کلی مقهورشان سازد. بدین سبب است مخالفت‌ها و شورش‌هاشان، مبارزه‌هاشان در راه حیات مستقل، نبردشان برای پاسداری از زبان مادری. در سوریه روزنامه فرانسوی را تعطیل کردند و در ویتنام بعد رفتن آمریکایی‌ها روزنامه انگلیسی زبان را. حالا در ایران هم روزنامه فرانسوی را بستند و هم انگلیسی را. در رادیو، تلویزیون و جلسات مطبوعاتی فقط از فارسی زبان خودشان استفاده می‌کنند. مردی که نتواند تابلو فارسی لباس فروشی زنانه ای را در تهران بخواند، ورود مردان به این فروشگاه ممنوع است و متخلف بازداشت می شود، به زندان خواهد افتاد. آدم دیگری که نزدیکی‌های اصفهان نتواند نوشته ای را بخواند که هشدار می‌دهد نزدیک نشوید، معدن ممکن است جانش را از دست بدهد. بیشتر عادت داشتم رادیو ترانزیستوری کوچکی همراه داشته باشم و ایستگاه‌های محلی را بگیرم. مهم نبود کدام قاره باشم. همیشه می‌توانستم بفهمم در دنیا چه می‌گذرد. حالا دیگر آن رادیو هم به درد نمی‌خورد. موجگیر را می‌چرخانم و 10 ایستگاه را می‌گیرم. هر کدام یک زبان متفاوت دارند و من حتی یک کلمه هم نمی‌فهمم. اگر بروم 1000 کیلومتر آن طرفتر، صدای 10 تا ایستگاه تازه به گوش می‌رسد، اما همینقدر نامفهوم. آیا دارند می‌گویند پول توی جیب من دیگر اعتبار ندارد؟ آیا می‌گویند جنگ شده؟ تلویزیون همینطور. سراسر دنیا هر ساعتی آدم‌های بیشماری دارند توی 1,000,000 صفحه چیزی به ما میگویند. دارند سعی میکنند به چیزی مجابمان کنند. سر و دست تکان میدهند، ادا در میآورند، هیجان زده میشوند، لبخند میزنند، به تصدیق سر تکان میدهند، با انگشت‌هاشان اشاره میکنند و ما هم نمیدانیم حرفشان چیست. از ما چه میخواهند و ما را به چه فرا میخوانند؟ ممکن است آنها هم از سیاره دور آمده باشند. ارتش عظیمی از متخصصان، روابط عمومی، اهل زهره یا مریخ. با این حال آنها هم از جنس ما هستند، از یک گوشت و خون، با لب‌هایی که می‌جنبند و صداهایی که شنیده می‌شوند. اما یک کلمه هم نمی‌توانیم بفهمیم. گفتگوی جهانی نوع بشر با کدام زبان محقق خواهد شد؟ چند صد زبان دارند بر سر به رسمیت شناخته شدنشان و ارتقاء مقام مبارزه می‌کنند. سطح‌های زبانی رو به افزایش‌اند. ناشنوایی و نامفهومی دارد تکثیر می‌شود. کمی که می‌گذرد، حالا گلزارانی را نشان می‌دهد. اینجا عاشق گل‌هایند و گیاهان رنگارنگ، باغ‌هایی سرسبز پیرامون مزار بزرگترین شاعرانشان. عکس مرد جوانی روی صفحه تلویزیون می‌آید. گوینده چیزی می‌گوید. از دوستان ورق‌بازم می‌پرسم چی داره میگه؟ داره اسم صاحب عکس رو میگه. داره میگه طرف کی بوده. بعد عکس دیگری میآید و یکی دیگر. عکس کارت‌های دانشجویی، تصاویر قاب شده، عکس‌هایی برداشته با دوربین‌های خودکار، عکس‌هایی با پس زمینه ویرانی، عکسی خانوادگی. فرشی روی تصویر به دختری اشاره می‌کند که چهرهش به سختی قابل تشخیص است. هر عکسی چند لحظه روی صفحه میماند و فهرست نام‌هایی که گوینده می‌خواند همچنان ادامه دارد. پدر و مادرها دنبال خبری از گمشدگانشان هستند. ماهاست کارشان همین است. امید در عین ناامیدی. صاحبان عکس‌ها در سپتامبر، دسامبر و ژانویه ناپدید شدند. ماهایی که هر روزش به نبردی سخت و سنگین می‌گذشت. آنگاه که حرم آتش لحظه‌ای دست از سر شهر بر نمی‌داشت. لابد در صف اول تظاهرات بودند. درست در تیررس آتشبار مسلسل‌ها. شاید هم تک‌تیراندازهای روی پشت بام‌های اطراف با آنها شلیک کردند. می‌توان حدس زد هر کدام این چهره‌ها آخرین بار در چشمی تفنگ سربازی دیده شده که او را هدف گرفته است. هر روز عصر صدای بی‌حس و حال این گوینده را می‌شنویم و چشمانمان به آدم‌های بیشتر و بیشتری می‌افتد که دیگر وجود ندارند. گلزارانی دیگر پدیدار می‌شود و بعد نوبت برنامه عصرگاهی بعدی می‌رسد. باز هم مشتی عکس نشان داده می‌شود، اما آدم‌های این برنامه به کل فرق می‌کنند. اینها اغلب آدم‌هایی‌اند سن و سالدار، با لباس‌های نامرتب،
یقه‌های چروک و کت‌های کتان چین افتاده. چهره‌های مستحصلشان گود افتاده و اصلاح نشده است و بعضیشان ریش هم دارند. یک تکه مقوای بزرگ به گردن هر کدامشان آویزان است که رویش اسمشان را نوشتند. یک باره تصویر چهره‌ای روی صفحه می‌آید و یکی از ورقبازها فریاد می‌کشد: آهان، این خودشه! همه مشتاقانه تلویزیون را نگاه می‌کنند. گوینده دارد مشخصات صاحبان تصاویر و فهرست جرم‌هایی را که مرتکب شده‌اند می‌خواند. تیمسار محمد زن دستور شلیک به روی تظاهرات مسالمت‌آمیز تبریز را داده و صدها نفر کشته شدند. سرگرد حسین فرزین زندانی‌ها را با سوزاندن پلک‌ها و کشیدن ناخن‌ها شکنجه می‌داد. گوینده می‌گوید جوخه آتش نیروی شبه نظامی اسلامی چند ساعت پیش حکم دادگاه اینان را اجرا کرده است. تالار هتل در طول این رژه غایبان خیر و غایبان شر حس خفه و گرفته‌ای دارد. بیشتر به این خاطر که سکان مرگ که مدت‌هاست شروع به چرخیدن کرده همچنان می‌چرخد و صدها آدم را از سر وا می‌کند. تصاویر کهنه و نو، عکس‌های فارغ التحصیلی، عکس‌های مجرمان زندانی. این صفحه چهره‌های آرام و خاموشی که نامنظم می‌گذرند آدم را ناراحت می‌کند. اما آنقدر جذابم هست که منتظرم ناگهان چهره ورقبازها را روی صفحه ببینم. بعد عکس خودم را و صدای گوینده را بشنوم که اسممان را می‌خواند. خب دیگه بیشتر از این کتاب زیبا در اختیار من نیست. من فقط نوشته کوتاهی رو در مورد نویسنده این کتاب برای شما میخونم. امیدوارم که لذت ببرید و کتاب رو با همین نوشته تمام میکنم. این کتاب به شرح وقایع انقلاب از دیدگاه یک روزنامه‌نگار خارجی میپردازد و به بررسی علل و زمینه‌های وقوع انقلاب میپردازد. کتاب شاهنشاه نوشته ریچارد کاپوشنسکی، یک روزنامه‌نگار لهستانی، به بررسی دوران حکومت محمدرضا پهلوی و رویدادهای منتهی به انقلاب اسلامی ایران می‌پردازد. کاپوشنسکی در این کتاب نه تنها به شرح وقایع ظاهری مانند فرار شاه و بازگشت آیت الله خمینی می‌پردازد، بلکه تلاش می‌کند تا علل و ریشه‌های عمیق‌تر این تحولات را نیز واکاوی کند. او با استفاده از مشاهدات خود در خیابان‌های تهران و مصاحبه با افراد مختلف تصویری از جامعه ایران در آستانه انقلاب ارائه می‌دهد. کتاب شاهنشاه به دلیل سبک روایی و جذابش و همچنین نگاهی متفاوت به انقلاب مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. این کتاب را می‌توان از زوایای مختلف بررسی کرد، از جمله نگاهی از بیرون. به عنوان یک روزنامه‌نگار خارجی دیدگاه متفاوت و بی‌طرفانه نسبت به وقایع ارائه می‌دهد. تحلیل علل انقلاب. این کتاب به جای تمرکز صرف بر رویدادهای بیرونی به بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که منجر به انقلاب شدن می‌پردازد. سبک روایی. کاپوشنسکی با استفاده از تکنیک‌های داستان‌نویسی روایتی جذاب و گیرا را از انقلاب ارائه می‌دهد. علاوه بر این کتاب دیگری با عنوان شاه انقلاب اسلامی و ایالات متحده اثر داریوش بایندر نیز به بررسی این موضوع پرداخته است. این کتاب با استفاده از اسناد بایگانی شده به بررسی ابعاد داخلی و بین‌المللی انقلاب اسلامی می‌پردازد و به نقش ایالات متحده در این رویداد اشاره می‌کند. خب امیدوارم که از این کتاب زیبا لذت برده باشید و اگر خوشتون اومده و علاقه‌مند به کتاب‌های سیاسی هستید حتما این کتاب رو تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.